انشالله کس باشه. هسته؟ مادر جان سلام علیکم. سلام علیکم بیادر. چیال داری مادرم؟ خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ بخیر هستین انشالله؟ زنده باشین، سلامت باشین. خبر شدیم که شما سرپرست ندارین. بله. خانه شما سروی شده بود؟ بله سروی شده. خب روزگار چطور است مادر؟ شکر است میگذره بیادر. خدا را شکر. نانآور خانوادیتون کی است؟ کی کار میکنه؟ خودم هستم، خودم کار میکنم. خودت کار میکنی؟ بله. اوه سبحان الله. کار کرده میتونی؟ خانه ندارم، خودم کار میکنم. در سرای کشمش پاکی میکنم، گای پلاستیک فروشی میکنم. میکشه دیگه. اولاد کلانت چند ساله است؟ بچه کلان ما 11 سال است. او هم باید کار میکنه؟ خوب است دیگه، نیوگه که نمیمونم. مکتب میخوانن؟ مکتب میخوانه دیگه. خدا را شکر که مکتب میخوانه. خدا را شکر که مکتب میخوانه. روزگار خوب است؟ خوب نه دیگه، بیادر روزگار که سرپرست نداشته باشی، کرای خانه داشته باشی، روزگار چه رنگ بگذاره؟ کرای خانه میتونی از خانه؟ بله 2000 تا میتونه. 2000؟ بله. میتونی کرایش پرداخته؟ نه بابا میالم یک ما قضا بشستم این مای دوم سر مادر خود. ندارین کرای خانه؟ خیلی ندارم. 2000 کرای میتی؟ بله 2000 کرای. خب کرای خانه تو بپردازم؟ اگه پردازین خوش میشین دیگه. خیلی باش کرای خانه تو بپردازم. چند بار بپردازم؟ هر چی که توان میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 این 6 ماه کرای خانه صحیح است؟ این 6 ماه کرای خانه تان زنده باش. خواهش میکنم مادر سلامت باش، آرام و آسوده تا 6 ماه راحت زندگی کنید. سید اشرف آقا خداوند خیر نصیبشان کنه، از جرمنی پول روان کرده بود. خداوند اجر نصیبش. آمین آمین. خواهش میکنم مادر آرام آسوده زندگی کنین تا 6 ماه. الله میربان است، بعد از 6 ماه دیگه هم اول تا میگیریم خواهر. تشویش نکن مادر، تشویش نکن. الله میربان است مادر جان، جگر خون نباش. بازم اول تا نمیگیریم، بازم اول تا میگیریم مادر جان. خیر نصیبت، پریشانم ساختی مادر. بازم اول تا میگیریم، مطمئن باش ان شاء الله اول تا میگیریم.